آخه این چه فینیتویه؟ کت خداش دوز، وکیلش دوز، وزیرش دوز، قاضیش دوز. مردم گدایی میکنه، کت خدا خدایی میکنه. کت خدا آقا بدبخت شدیم، اهالی بیرون ریختندی و از دزدی ها همیشاکی می باشندی. میگویند کت خدا در فساد غرق شدندی. نه، فساد در کت خدا غرق شدندی. یه چیزی تو همین مایه ها. حالا چه کار باید بکنیم بندی؟ نگران نباش قالقال، به شلشل گفتم تا چند نفر از این اختلاسگرهای خردریز را به جرم تکخوری محاکمه کنندی تا اهالی به عدالت کت خدا پی ببرندی. آقای شلشل، این دو نابکار 3 دانه از گندم از بیت المال را سرقت کردندی. 2 عدد را خورد و در حال جویدن سومی بود که گزمه‌های گمنام کت خدا او را دستگیر کردندی. ما نمیگذاریم مال حرام از گلوی هیچ دزدی پایین بروندیم. ببریدش در میدان اصلی آبادی 100 تازیانه بر او بزنندی و بعد 10 سال او را به حبس بکشید تا درس عبرت برای ژن رعیت باشندی که به اموال عمومی دست درازی نکنندی. به به گل گلاب شازده پسر. جناب شلشل، ایشان 40 خروار سکه از خزانه تحویل گرفتندی و فقط 2 سکه تحویل دادندی. نوش جانش، خب حتما گرفتاری و مشکلات داشتندی. ژن خوبه بابا. سکه ها رو چه کردندی؟ هیچ، فقط چند کلبه لب ساحل گرفتندی و مقداری الاغ 0 کیلومتر به آبادی وارد کردندی. قربان خودت و بابات با هم بروندی. از آنجا که همه در مقابل عدالت برابرندی، حکم شما را 2 روز دیگر میفرستم بر در خانه تان که فرصت داشته باشی اول سهم کت خدا را بدهی و بعد سری به بابای عزیزت در کاناداباد بزنی و انشالله که بر نگردی. پس این همه دزد دونه درشتر فرستادی کاناداباد واسه خاطر اجرای عدالت و چرب کردن سیبیل کت خدا بود؟ ای مرد شور خودت و عدالتت رو ببرندی.